دور باشه بچه خاله ما، دور باشه بچه خاله ما. دل پر دردم بشنو دل به خدا میآید. دور باشه بچه خاله شوقی ما. دیار هست خیریت خیلی سلامتی. چیگه پایه درو غریبی کجا هستی؟ کاغذی چهار طرف ما. یعنی که بیام آدم به پیش ما یک خبری هم از شما بگیرم رنگ یک کلان خوبی هم بریختیم گفتیم چه کنم هستیم نی چی رقم هستی چی رقم رنگ چی؟ بچه خاله جو چی به شما بگم کمک یعنی که خاله شما اینا دق شده ما دق شده گفتیم قراره کرده شما خود خبرای نازی ما خود خبرای نازی قراره کرده یک روز یک سوا پس سواریم خودی شما چه قری بریم به میله به میله؟ بله چه به میله فامیلی؟ به میله دیگه فامیلی خودی هم برای خاله اینا را شما ببرین زن خورم ببرین دیگه بس خانواده رو داره بس خانواده رو میدونن خودی شما به یک یعنی میمون شما باشین به میله؟ نه هر چی میبونه با خود اختیار خود داره دیگه همین که خودی شما یک میلی برید بچه خاله گپ تو صحیحه ما گفتم البته تو میگی میمون مانی به میله هر کس هر چی ببره بچه خاله یاره بچه خاله شکم شما سره میمون مثلا ما چون قدیم بشنید یعنی که میگه شکم و گوشنو تک تک پاشنه ما بچه خاله ایرونم که پول یک بوجی برینجا کجا پیدا کنم برم به خود بوجی برینجا بکنم تک تک پاشنه نگردی یک روز میلی خانواده شما هم دق شدم بریم به میله یار خانواده ما اگر دق شدم اونا رو میاریم به می صحرا میاریم به اینجا حداقل به می سایه یخی مثلا ترمز چای بردارم بیارم من اینجا میله شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه به هم نمیایه بچه خاله شما شکم شما سیر داریم میتونیم رفته حداقل سال 3-4 دفعه به میله میریم ما کو گردن و بعد میله ما طعم سرای و طعم خونه و می صحرای این شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه از هم دوره بچه خاله به خاله سلام بگو عاد سلام بگو رمضان گفته بعد اقتصادی ملقط ما میرم میگونید اولاد شما خود خبرای نازی راور میدارین شما راور میداری خودی هندستی جمی یک میلی میری ساعت خانواده شما هم تیر میشه از ما هم تیر میشه رد ادید تک تک پاشنه و شکم گوشنه رم یلا کن من ایرونو میگم گردنم بند باشه که جیره ایرونو که پول بیجی برین جا کجا بیارم خدا بزرگه خدا مهربانه گردنم بند مال یک دونه برین جا اگر به 4 طرف خونه ما افتاده باشه من خبر نداشته باشم دیگه شبه که در میان خداوند مهربانه دیگه برم 14-15 ساعت 2000 روپیه به میله خرج کنم برنج به خونه داشته باشم شکم گوشته و تک تک پاشنه میشه برو بخیر برو نمیری نه لالا نه ای کاش بکوم کلونه برو بخیر باشه خدا حافظ بخیر باشی برو و علیکم سلام بکم تو بچه خاله سیره من اینجا غرقم به خرج خونه خود کجا پیدا کنم تو بیا میدی به من میگی بیا به میله بره هم شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه به هم چی میگه خدای رسی همی تولاف اینو داره که هر چی میکنی باز هم میبینی و در میشه سکو خوبی بخیری جان تو جورا چی گفایه بیشتر بود پیار تو مادر تو اینا خوب بودم الحمدلله زنده چرا بودی کجی جان کی با بیا مادم کمک کمی تو کار داشتم به شما بریم بگو کار خوب گفتم که خودی شما دق شدیم بیکاری باید دست خواه نفتی قرار کرده ده کاکا مرانور داریم شما خانم خورانور داریم مدر و اینام هستن قرار کرده خودی شما یک میلی برای نازیم بریم به پیش نمدون بچه خالی خوام برفتیم او به من رخصت نگو بابا شکم به گوشنه تک تک ما پاشنه ما برات از این کارا نمیگردم نیم میرم ما به میل را رفتنی نیون گردن و من پول بوجی برای اینجا مدرک نداره تو از شکم سر خو گپ میدنی گفتم خو خیره نمیرین گپ نیه حالا کم بیادم به پیش شما چی میگیم میریم نمیریم کجی جان خوب گپی میزنی گفتن مردم قدیم راست میگه
به امال باور بکن که شه و دست همون قرضدارا دم سراخ و که از همون دکندارا به تاریکی میرم که مر نبینم. چرا به رشته ای نمیری؟ به خاطر ازی که ما توان ندارم که ما قرضا از اون بدم. بفهمیدی کجی جان؟ از دست قرضدارا ما به تاریکی میرم که مر نبینم میخوام در بگیرم بگم پولا مر بده. تو بیامدی میگی بریم به میله شکم گوشنی مرسی کو تک تک پاشنی مرسی کو. یک گپا میزنی که چی بگو؟ شما بلد گپ رمضان شکم گوشنی با تک تک پاشنی. از ما حساب میله معنا به دوره. میفهمی چرا؟ ما اول خود ما لقمه نونی ندارم بخورم. هر چی که مینار میبینی جمع میکنم میبرم میفروشم یا شوره میخر. شما بچه کاکا بچه خاله بخوردیم بازم بنلیدیم که ندارم. خب آخی چرا تا میکنی؟ تو بچه کاکا منی پول داری پس همی یک میمونی برای نسکه میخوام هم خودت برام به میله. آنی خاله بخشش باشه دیگه. چرا؟ چند دفعه نون شمار خوردم بچه کاکا که ما بیان نون شمار پس کنم. آنی امشب بیا میمون ما که دیگه چیزی نداریم یا غروتی داریم یا غرمه کچلو. دیگه چیزی نداریم برو رو. خدا نه غروتی خوش دارم یا یکی دیگه چی گفتی؟ فایده نداره اگه میرین خبری بدین سوا پس نه برو نه ما نداریم چیزی نداریم که بریم ما فعلا مال به لقمه نون خوش کام مال ما زاره شما را میکنه ادمی بانجونا غرق کرده بار کنیم به میله بخوریم های دیگه ما هم زرا بریم ببین مردم ما نمیبینه نمیگه که اینا خود بانجون لقطه کومدن خود شما بگید دیگه چیزی دیگه بخوریم گناه چیه ای بچه کوکو تو از شکم گوشنی ما چی خبر داری که ما مال بیشتری شوا سر بیشم میگذارم گوشنگی تو حالا بیامدی که با میله بریم به شکم خسر کنم بیزار هم میله یو عجیب وقت شده بیام که بریم به میله بریم تو کاروبار تو جوره پیار تو کاروبار جوره تو بیامدی به بیش میگه گپو میزنی مامان امروز بیشتر انتیارن خیلیت بخیر سلامت خوبی شکر میگم برمی کجی بچه خوره کدام پیش ما چه نگفته که ما به میله میری یا نمیری چی دقمه مامان امروز گفت شما خوب میگه شکم گوشنه و تکتیک پاشنه به هم نمیاره شما وقت شما خوب داره میله روی میره ما مردم به پول یک مشکی روغن به پول یک مشکی برنج مونده ما تا به میله بریم میریم به خود روغن و برنج میخریم که حداقل از این 4 روز از زندگی خود جلو باشیم زن بچه ما گوشنه نمونه شکم گوشنه و تک پاشنه به هم نمیآید میله شکم سیره کسی پول مایه پیش رو ری کنو و که دیگه تو شکم رو بیشتر تکتیک پاشنه و پیش رولا رو ری کنو پس ما چی زمان نکشیم صبح هم 12 و دیگر مکنده یک کار شده خب میتونیم اینا ببریم به میله ببریم سال به 12 و شکم و گوشنه تک پاشنه ما نوروز چه کنم از همی تو همیشه با چشم ترم کو به کودش به دشت باله و در بدرم لیلا 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 استانی بابا خوبی تیاری سلامتی تیار هستیم جانجور چوچی پیچا خوبم شکر مادرم خوبم مادر تو اشته خوب نیم شما خوب شما مثل که 104 سال بابا به ایران رفته باشه خب تو میگی که مادر من خوبم مادر خوب ازم به پیش اینه خوب نیه زنده باشیم شفا باشه بابا حالش تو شدیم هم بریزی بابا باز کجا ما کی مریض بودم یعنی من میگم شما میته خودی بگم بزنی خیال میکنی شما اعمال تازه بعد از 3 سال از ملل متحد ژاپن آمدیم بابا تو خجالت نمیکشی به من میته میگی چرا؟ نه هیچ جای خجالت نیه بد نیه نه به من چی خجالته؟ خودی پیار خواهی میگی آخه قطع بالا ما به دل شما به شما میگم یعنی شما میته خوش آمد میکنی که شما 7 سال میشه من ندیدین خب من مجبورم زاد ولد چی پیچ شما رو بپرسم مادر اولادا شما رو بپرسون که مادر گلگ میشه خب مادر اولادا ما که مادر تونه دیگه با چی پرسیدن داری دیگه پس من میگم شما طریق رفتار یاد نداریم یعنی من به همین 60 سال عمر خود یاد نگرفتم تو حال به من یاد میدی نه حال یاد نگرفتیم میگم ما بشینی کفگیر میشی بعد دیگه بشینی سیاه میشی خب بعد از مزاحمت ببخشید که مزاحم شما هم بشد من میفهم 100% ما مزاحم شما نم خب در قبال زندگی مله در جهان عیب نیه
آه. اگر خانواده رو برداریم ببریم به میله بفهمیدیم به بند جغلپک چه؟ به بند جغلپک میرم بند بغرچر بند چی؟ جغرپک نیه بغرچر جغلپک همونجی کجیر میرم چون نیلیلا میرم چون رمضان میرم چون عباس اینا میرم بالاخره می نام گدوات میرم به میله انا به خیر خوشی ما گفتم که نه پولم شما اگه تقدیم کنی که نه به خیر خوشی نه دیگه چشه ما به خیر خوشی بریم من تو شما ما اگه نمیریم بریم اگه نمیریم هم نریم خب شکم گوشنه تک تک پاشنه یعنی چی یعنی دیگه میگم شکم گوشنه تک تک پاشنه آدم گوشنه بی پول میله ما چیکار کنه شکم گوشنه تک تک پاشنه چیه یار همین شکم شما می تک تک نداره بگه سرسب چی خوردی بابا بسرا इसको भी बेलांबे उसका भी बड़ा नाम टिके बड़ा गाडो میگم برو زودتر بسرا تک تک پاشنه بدین که این پولومه بابا بابا میلا میرم شکم گوشنه گفتم تک مردم قدیم چی میگو مردم قدیم از قدیم میگفتم آدم بی پول میله نماید کش یعنی ما به می خونه به می تاریکی برقام نیه بریم تا با شما و منجگاه روی خورسیا کنیم هم خونه بشینیم بیا به صحرا خو بیا کار کو زندگی خود پیش برد نه که تو بری به میله اونایی که میرن به میله شکم نصیره شکم شما گوشنه شکم گوشنه شما برو بابا زودتری برو شکم گوشنه تک تک پاشنه شکم گوشنه مردم قدیم گفتم بابا شما کو قدیم ماما جو پیارم بابا جو میگم ماما جو میگم پیارم شما مرد قدیم نیم